راهبری دانشکده آموزگاه توسان در شهر پنجکین برابری در سطح بلند تشکیل نمودن جریان تعلیم و تربیت همزمان در عمل شدن هدف چهارم استراتژی کشور صنعتی کنونی با صورت مملکت سهمگذار است. با این مقصد چند سال پیش در نزد این بارگاه علم و معرفت جمعیت سهامی شکل گشاده معرفت پرور تشکیل یافت که در مراسم افتتاحی آن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن شخصا شرکت نموده اقدام راهبری دانشکده را برای دیگر دانشکده‌های جمهوری عبرت بخش ارزیابی نمودند. از همان سال این جانب راهبران سطح گوناگون چه جمهوری و چه ولایتی از معرفت پرور دیدن می نمایند. سفر کاری وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان امامزاده محمد یوسف و هیئت همراهانش با راهبردی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سنه 9 ایون نیز سرچشمه می‌گرفت از همین دستور سپارش‌های سرور دولت. اشکالی که امروز ما خبر داریم برای مردمی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان یک روز فراموش نشدنی است، زیرا در سراسر این جمهوری‌ها اویدی و جمهوری تاجیکستان سفر نمودن پرزیدنت جمهوری ازبکستان میرزیویف بسیار کارهای خیلی آبادانی به انجام رسیده شده. به همین خاطر در از طرف جمهوری تاجیکستان و رئاست سازمان جمهوری تاجیکستان در ناحیه ارگوتی جمهوری ازبکستان یک مکتب بین‌نهایت با صفتی بلند به استفاده داده شد و به همین خاطر از نام حکومت جمهوری تاجیکستان در این مجمع شادشی این مجمع وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده محمد یوسف اشتراک کردند و هنگام سفر خودشان در شهر باستانی پنجکین بسیار مسئله هایی که اولی رشد ساحه معارف ضرور بود موردی بررسی قرار گرفت. از جمله باعث خرسندی آن است که محترم وزیر از انشاءات‌های ساختمانی دیدن کردن، از جمله در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در مجمع معرفت پرور دیدن کرده، از اون اظهار قناعتمندی کردن و در همین جا گفتنی هستیم که محترم وزیر و مناسبتی پیشواز 30 سالگی سفر جمهوری تاجیکستان دستور سپارش خود را دادن برای اینکه در سری مورد در وقتی معین گردیده قسم ابیکت‌هایی که به این جشن بخشیده شده است به انجام رسانیده شود و در برابر این از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستگیری تامین نمودن بهترین کابینت‌های فنی که بخشیده و سال‌های 2020-2040 اویدی آماده نمودن بلند برداشتن سویه دانش فن‌های دقیق که برای آماده شده است کارهای سپارش‌های دستورهای مخصوص خود را دادند. من باوری دارم که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر پنجکین، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان اون نیت‌هایی که از طرف ریاست معرفت پرور برای آماده شده است جامعه عملی می‌پوشند، از جمله در برابر رشد خارجی تکنولوژی اینوواسیونی با بنیاد کردن مکتب کودکان بالای قد، 2 باغچه بچگانه و در برابر این در نظر داشته شده است برای آغاز نمودن کاری کالجی طبی غیر دولتی دستور سپارش‌های خود را به ما دادند و من باوری کامل دارم که در از روی اون دستور سپارش‌هایی که از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و از طرف وزیر محترم و غیر از این از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به ما پیشکش شدن، اهل ریاست دانشکده آموزگاری تاجیکستان و جمعیت معرفت پرور پیش می‌کنیم که برای عملی شدن هرچی تیزتر در
و پیشواز 30 سالگی جشن بزرگ ملی استقلالیت این کار رو به انجام رساند. имомзода маҳмад юсуф дар ҷараёни бозӣ аз маърифатпарвар нахуст бо коргоҳи дӯзандагӣ шинос шуд, бо чойворон суҳбат дошт, таваҷҷӯҳ ба шароитҳои корӣ намуд. сипас вазир аз сехи хушккунии мевӯи сабзавот дидан омада ин иқдомро низ нек арзёбӣ кард ва гуфт ки роҳбарони донишгоҳҳои олии кишвар сарфи назар аз шакли моликият бояд таваҷҷӯҳ ба чунин иқдомҳои нек дошта бошанд, зеро ташаббуси роҳбарияти донишкадии омӯзиву тоҷикистон дар шаҳри панҷакен бо роҳбарии Муаззамхон Ансорӣ қадами хеле ҷиддӣ ва боварибахш дар самти ҳиссагузорӣ ба ҳадафи чорми стратегии кишвар саноатикунонии бо сурати мамлакат ба ҳисоб меравад.